زمان قرار داریم که موضوع فلسطین، موضوع جنگ غزه، خلاصه حالات کلش دیگه، خصوصا که حال موبایل است و صفحات مجازی هست، هیچ کس بیخبر نیست و اوضاع غزه پنهان نیست، پوشیده نیست، هویداست و آشکار هست. این اوضاع خاموش نیست، پوشیده نیست، پنهان نیست، همه ما شما با خبر هستیم. قسمی که استاد بر ما شما بیان کردن در مورد دشمن شناسی و ای که دشمن ما کی هست، این هم تا جای همگی ما شما دانسته. یهود دشمن سرسخت همه انسانیت و در یهود خاصتا این صهیونیست هایی که آنقدر ظلمشان به اوج رسیده که اصلا ترحم نداره. کودکی که باید بر او ترحم شوه حتی بر کودکای ما شما هم ترحم